салом бинандагони гиромӣ, нашри нави сархати хабарҳоро бо чанд хабар аз Тоҷикистон ва берун аз он манзури шумо мекунем. дар чанд дақиқаи баъдӣ аз боздошти як модар бо гумони кӯдакфурӯшӣ, танқиди як созмони ҳуқуқӣ аз Тоҷикистон барои зиндонӣ кардани имомхатибону рӯҳониён ва ҷузъиёти ҳукми Муҳаммади Раҳматулло, нигарониҳо дар Тоҷикистон аз қонуни нави Русия дар бораи ба артиш ва ҷанг бурдани зиндониён ва фурӯши рекордии гелос ба Чин хабар медиҳем. نیروهای اوکراین یک پول پیوست کننده نیمجزیره اشغال شده کریم با ولایت خرسون را موشکباران کردند. ولادیمیر سالدو که از طرف روسیه رهبر ولایت اشغال شده خرسون تعیین شده است، در کانال تلگرام نوشت که پول جنگل هدف آتش قرار گرفت و یگان نفر جراح هم نبرداشته است. به قول سالدو نقلیات از راههای آلترناتیوی استفاده میبرد. سالدو می‌افزاید که ظاهراً در حمله به پول از موشک‌های استورم شادوف کار گرفته شده است. در خبر دیگر سرگئی اکسیونوف رهبری از طرف مسکو تعیین شده کریم گزارش داد که شب گذشته نیروهای اوکراین این منطقه را موشکباران کردند. با گفته اکسیونوف مقامات کریم زیان به پول‌های این منطقه را برطرف می‌کنند. اوکراین درباره حمله شب گذشته چیزی نگفته است. پایگاه فورум 18 که از حقوق اقلیت‌های مذهبی پشتیبانی می‌کند جزئیات حکم محمدی محرموف مشهور به محمدی رحمت‌الله را در تاجیکستان آشکار کرده است. محمدی رحمت‌الله که در گذشته از او رهبری سلفی‌ها نام می‌بردند، ماه مارس امسال به 8 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش آن وقت به رادیوی آزادی گفته بودند که او بر اساس ماده افراط‌گرایی محکوم شد، اما تفصیلات نمی‌دادند. پایگاه فورум 18 روز 21 ایون در گزارش اعلام کرد که محمدی رحمت‌الله با گناه تعلیم غیر قانونی دینی به یک گروه 12 نفری دستگیر و زندانی شد. با اطلاع منبع اعضای این گروه از 30 تا 40 ساله بوده از 6 تا 9 سال زندانی شدند. همه آنها را به افراط‌گرایی گناهکار کردند. فورум 18 همچنین از قضیه مظفر دولتمیرف 59 ساله یاد آورده نوشته است او را برای نفوذ و احترام زیادش در میان پیروان مذهب اسماعیلیه بازداشت کردند. مظفر دولتمیرف خلیفه پیروان مذهب اسماعیلیه با اتهام دعوت به افراط‌گرایی به 5 سال زندان محکوم شده بود. فورум 18 نوشته است در این رابطه به دادستانی کل و چند نهاد دیگری تاجیکستان مراجعت کرد، اما پاسخ نگرفت. مقامات در تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته گفتند که در کشور حق همه گروه‌های دینی رعایت می‌شود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. قانون نوی روسیه که بر اساس آن محبوسان به خدمت در ارتش یا جنگ دعوت خواهند شد، کارشناسان و خانواده‌های مهاجران را در تاجیکستان نگران کرده است. با باور تحلیلگران این قانون میتواند برای مهاجران یک مشکل جدی دیگری پیش آورد. تا حالا از محبس‌های روسیه هزاران نفر از جمله شهروندان تاجیکستان به میدان‌های جنگی اوکراین برده شدند. چون این عمل از سوی شرکت خصوصی حربی واگنر و با وعده آف صورت میگیرد. حقوقشناسان قانون نوی روسیه را ضد حقوق بین الملل میدانند. امروز در این باره در اخبار آزادی گزارش داریم و همچنین در این نشر برنامه گزارش دیگری هم درباره جمع آمدن 10 نفر از طلبگاران زیارت حج در نزد بینای کمیته دین داریم. گروهی از ساکنانی که برای زیارت حج حجت و پول سپردند از آن نگران بودند که کارشان به تأخیر افتاده است و میترسند که امسال از زیارت خانه خدا محروم میشوند. یک مادر جوان در ولایت سوغد به گفته مقامات هنگام فروختن فرزندش بازداشت شده است. ریاست کارهای داخلی در این ولایت روز 21 ایون خبر داد که زنی 33 ساله از ناحیه باباجان غفورов دختری 3 ساله خود را بر عوض 5000 سومانی فروخته بعد گرفتن پول در شهر بوستان دستگیر شده است. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی زن عائله نو استوار داشته، صاحب 2 فرزند و در انتظار طفلی 3 بوده است.
درباره فردی که نیت خریدن طفل را داشت معلومات داده نشده است. موقع مادری گمانبر به کودک فروشی و سبب دست کشیدن او از فرزند هم معلوم نیست. دادستانی ولایت سوغ نسبت مادر با اتهام خرید و فروش کودک پرونده جنایتی باز کرده قضیه را تحقیق دارد. همه ساله در تاجیکستان 10 نفر با جرم خرید و فروش به ویژه فروش کودکان بازداشت می شوند. یک سبب سرزدن چنین جنایت را تحلیلگران تنگدستی خانواده ها و پیچیده و دشوار بودن روند فرزندخوانی برای عائله‌های بی فرزند می دانند. ماه می امسال تاجیکستان در حجم رکوردی به چین گلوس صادر کرده است. پایگاه ایستفرود که به تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است خبر داده است که فقط در یک ماه می از تاجیکستان به چین 25 تن گلوس صادر شده است. از ازبکستان همسایه که معمولا در فروش این نوع میوه پیشرفت بوده است، امسال در ماه می به چین تنها 9 تن گلوس فروخته شده است. بنا به تاکید تحلیلگران پایگاه ایستفرود، گلوس از کمترین میوه‌هایی است که چین همه ساله با مبلغ 5 میلیارد دلار آن را از خارج خریداری می‌کند. اکثر مال محصولات به تاجیکستان از چین وارد می‌شود و تاجیکستان هم به چین محصولات کشاورزی می‌فروشد. و حالا یک معلومات کوتاه درباره قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی امروز 22 ایون قرب 1000 روبل روسی را 129 سومانی و 50 درم، یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 91 درم و یک یورو را 11 سومانی و 91 درم تعیین کرده است. قرب پول در بانک‌های تجارتی احتمالاً دیگر است. سرخط چند خبر مهمی روز بود در رادیوی آزادی. خبر و گزارش‌های دیگر را شما می‌توانید در سامانه و صفحه‌های ما و برنامه خبری و تحلیلی آزادی ببینید. برنامه 4 ساعت بعد نشر می‌شود.